одамони нуронӣ ҳастанд ки ҳамагон онҳоро мешиносанду эҳтиром мекунанд ва аз дидору гуфторашон баҳра мебаранд. ин гуна шахсон нуру зиё ва ситораҳои санъати тоҷиканд. онҳо бо халқ аз саҳнаи театр, синемо, телевизион ва радио суҳбат менамоянду ҳамагонро ба олами маънӣ даъват мекунанд. ҳунарманди халқии тоҷикистон, ҳунарманди асил Носир Ҳасан аз зумраи ин ҳунармандон аст. чист актёрӣ? кист актёр? актёр ин бозингари асил аст дар симои Носир Ҳасан ки алон дар барномаи Ахтарони ҳунар баҳратон бори дигар исбот хоҳем кард. бо мо бошед. Если вы хотите выучить эту книгу наизусть, я могу вам дать стульчик. Нет, я с поезда. Если вы с Душанбинского, он ушел 2 минуты назад. А? тамоми тамошобинон аз бозию маҳорати ӯ илҳоми тоза мегиранд. як шахсе ҳастанд ки ҳеҷгоҳ аз ягон суханони кас масалан намеранҷанд. нақши худаша дорад, ранги худаша дорад, одоби худаша дорад, гуфтори худаша дорад. нақшашон дар пешбурди ҳунари актёрӣ шӯҳратёр гаштани театр хеле бузург аст. барои ман мафҳуми театр ва номи носирака ҳарду як чизро муаррифӣ мекунанд. бисёр диапазони васеъ доранд. ҳам дар нақшҳои мазҳака, ҳам дар нақшҳои фоҷиа, ҳам дар драма. ҳар як ҳунарманде ки мехоҳад дар оянда ба як мақсаде бирасад, باید که از همین خیلی استادای صحنه مثل ناسیر حسنوف درس عبرت گیرد. نکنیم یعنی به همین راهی هنر شما تصادفاً وارد شدید، یعنی دیگر کس رو انتخاب کردنی بودید. بله. چطور شد که یک باره یعنی این راه رو انتخاب کردید؟ یک کار عجیب شد. ما یک چند نفر انستیتوتی خواجگی قشلاق به عرضه داده اینجا به داخل شدنی بودیم. حتی یک دو امتحان هم سپاریدیم. فوق‌العاده از انستیتوت بعد امتحان دوم برآمده آهسته آهسته همین کوچه اون وقت انستیتوت خواجگی قشلاق نزد گلاف پوچتا میگفتن هم برای هوای کتب بود. همینجا برآمده رای کلام با این تا اومده ایستاده بودیم که وزارت مدنیت سر رابه بچه‌های بسیار جمع شدن. ما یک چند نفر بودیم، من همین حبیب الله عبدالرزاق و رحمتی قاشقری میرزایوف، تورخان احمد خانو. این چی گپ است گفتیم. نزدیک اومدیم ما گفتیم که چی گپ است بچه‌ها؟ اینجا ای مسکو کمیسیون اومده است اینستیتوت قبول میکنن. چه خیلی اینستیتوت؟ تو نمیفهمی اینستیتوت زور. خب زور. همین شوخی با هم در اومدیم. ما گفتیم کنی داریم این چه خیلی امتحان. یکی از اونجا بچه‌ها یک تاش میبراید همین خندیده چیکار. خب ما هم در اومدیم. من اول در اومدم. همین خیلی بینم یک عالم یک 20 ششتیان بهترین اکتورای همین تاجیکستان، عبدالسلام رحیم و شمسی قیام و عزیز عظیم و خلاص گپ حاجی قر رحمت الله و میتلمان یا گلا. من گفتم چی گپ باشد؟ من گفتم که شما کجا با شدنی؟
ما اینستیتوت خواجگی قشلاق با امتحان سپرده شدیم. اینجا برای چی آمدید؟ گفتم که همین تو آمدم گفتم کنی چه خیلی امتحان. شما یگان شعر میدونید؟ من گفتم میدونم. یک تا شعر گوید. یک تا شعری لاهوتیه خوندم و یا قرصک زدم. بعد شعری پوشکینه اولو کماری دوب زیلار میگفته اینا خواندم تا نیمش خواندم که یکی از همون اعضاهای کمیسیه بس گفتم به زبان روسی خواتید تمام. شما اینستیتوت خواجگی کدام فاکولتیت بود؟ من گفتم مخفق. مخفق برای چی؟ من گفتم بابای من رئیس کلخاز گفتن که تو خواجگی قشلاق تمام کن جای من به رئیس میشی. من گفتم من خنده کردم گفتن که خیلی گفتن شما یگان بار تراکتور های کردگی. من گفتم کم های میکردم. گفتم من گفتم کنی تراکتور سازید و های کنی. یک تا استول موندم و بالاش با یک کرسی موندم با یک دیگه کرسی تو گردک گرفتم همین گفتم تراکتور خنده کردن سرود میخونیم. ها میخونم خوندم. خیلی شما با جواب پگاه ساعت 2 معلوم میشود. بچه ها در آمدن همه در آمدن خرسند. پگاه ساعت 2 آمدیم میبینیم که روی خط به یکم ماه گذشت. همین خیلی 13 نفر از 470 کس 13 نفر گذشته است. و راستی که بین همه ما دیدن ناصر عبداللهویچ حسنوف چون در دوشنبه تولد شده است بسیار جوان فعال بود. بیشتری ما از دهات بودیم و بسیار گپ و کارهایی را که ما خودمان صرفم نمی رفتیم مراجعت به ناصر میکردیم و ناصر همیشه حل مسئله های نافهمای ما را معین میکرد و ما را به تئاترها سفر بر میکرد. همراه هم میرفت نشان میداد. زبان روسی را خوب میدانست و آن کلمه های آن معناهای را که در وقتی خانیش نمیفهمیدیم ناصر میفهماند. خلاصه ناصر همه وقت از همون روز یکم خانیش فعال بود، توانا بود، هنرمند بود، هنرپیشه خوب بود و امروز نیز باز تا امروز در همین سطح هست. خطا نکردم. یعنی پشیمون نیستید که نه. اونجا رو رفتید خطا کردید؟ نه. برای چی؟ برای اون که معلوم میشود که خدا همین خواسته است. قسمت همین بوده است. قسمت من همین بوده است و من از کسب انتخاب کردم خیلی خرسندم. اگر حاضر جوان می بودم و با من میگفتن که کدام کسب انتخاب میکنی من میگفتم که اکتور میشوم. گرچند میدونم که اکتور خیلی مشکل است. کسب خیلی مشکل است. Сдачу забыли. Следующий поезд только вечером. У вас впереди целый день. Рекомендую вам. Познакомьтесь с нашим городом. Не пожалеете. مردم устод نосир حسن را خیلی همچون هنرپیشه میپذیرایند میشناسند و در کجای نباشند در گرد استاد گرد میآیند. یک کس دو کس در کوچه میبیند میشناسد. بعضی ها حتی میگویند که ما در اساس بازی های شما هنرنماهای شما مثلا ما به همین درجه رسیدیم. انا همین برای من کفایه است. یعنی که تئاتر آینه نما است که یعنی کم و کاست انسان ها رو یعنی نشان میدهد و اونها درس عبرت میگیرن همین طور. بله تئاتر این تربیتگر است. برای چه ما حاضر کوشش کرده ایستادیم که نسل نورس بسیارتر جلب کنیم به تئاتر. آنها را از حوزه محبت آنها را نسبت به ادبیات، به صنعت، به مدنیت آنها باید که جلب کرد.
از حاضر باید که ما نسل آینده تربیت کنیم. Во многих местах пришлось побывать. Почти всю Россию объехал. Вот так, ребята. Была война, воевали, а теперь учиться будем. И бояться меня нечего. Ты что это? Да, муло, возьми моего учиться. Прошу тебя, не откажи только. Видишь, какой большой вырос, а корзина пустая. Не будет слушаться, убить можешь, а кости мне вернешь. Постой. Командир просил передать эту звездочку самому боевому ученику. Бери, бери. Так не годится. Будешь старостой в школе. Погоди, еще ученым судьей станешь. یک نقش خاطرمان برای هم خود شما و هم برای مخلصان بازیدید، یعنی نقش سش رو در نمایشنامه کاروان بخت آفریدید، همینطور و میتوان گفت که این نقش شما رو به همگان معرفی کرد، مشهور کرد. بله، بسیار. در بعد همین اسپکتاکل یک چند وقتی که رفت کوچه میبرامدم، در کوچه با شناسا سلام علیکم میکردم، میخواد دستم میدادم و یا خلیقای ساشا کرده با من ساشا گفته همین خیلی چی کردم. پس این برای من یک چیزی خیلی تاثیر بخش بود. شما یک مرد، یک جوانمرد 35 ساله چه خیلی توانستید که یک ساشای 12 یا 15 ساله خطا نکنم اگر یعنی 12 ساله رو بازیدید؟ این بسیار یک تاریخ عجایب دارد. وقتی که این نقش به من سپاریدن، حتی کارگردان شادروان خوشنظر میبلیف نه چندان باوری داشت. از همین سبب با 2 نفر دیگه هم به این نقش گرفتن کنی اگر هر 3 کسی که خوبتر بازی کند همون باید که دوام کرد. من هر دفعه که مشق میکردم کارگردان میبلیف ناراضی بود. روزی بود که حتی خودم گریه کردم. خودم گفتم برای چی من نمیتوانم چه خیلی کنم که این نقش یک نقص برایت. هیچ نشد. یک روز بحث کار خانه آمدم، در بیرون بچه ها فوتبال بازی میکردن، بچه های میده لباس های ورزشی هم پوشیدم و بیرون برآمدم و یا گفتن که دادا نصیر ایدام تی ایگرات من هم خواندیدم مایلش گفتم. در آمدم همراهشان بازی کردم، توپ ایسو میزنیم لیکن که من بسیارتر به آنها دقت دادم. کنی آنها بین خودشان چخیل گپ میزنن، چخیل رفتار میکنن، گفتار میکنن، معامله بینشان، همین با دقت همین یک بعضی چیزهای انامی خیلی دست وقتی که یک توپ به دروازه میدرانند یک دیگریش انامی خیلی کردن همین خورسان قچاق میکنن چی میکنن. پگویی بار وقت از خواب خستم ساعتهای 7 رفتم تئاتر، گرچنده که ما مشقمون از ساعت 11 سر میشد. رفتم بار وقت تئاتر صحنه برآمدم و همین صحنه با لنین واخوریه خود به خود مشق کردم. تصور کردم که پیشم به لنین، کاتیبه، کماندیر همین خیلی صحبت کردن گرفتم. فراشا زال تازه میکردن، همین خیلی چیز خیلی اهمیت نمیدادن یا منم اهمیت نمیدادم، خود به خود مشق میکردم. یک بینم که خاموش شد، نه آواز جاروب نه آواز پریساز هیچی نیست. خب این من گفتم نه همه‌شون برآمده رفتیم. بعد تمام کردم و دم میگیرم، گفتم این تو نیا کردم که همه‌شون قطار نشستن، من که نیا کردم قرصک زدم. من دارم چی قرصک میزنه گفتم همین خیلی کنم نه ناصر کم تازم گفتن که میاد دوتش خیلی بعد میبلیف اومد مشق کردیم اون صحنه لنین و اینجا یک جایی هست که لنین میگوید که بیا شناس شدی.
من همین خیلی دستش همین خیلی دراز کرد منم ساشا گفتم همین خیلی برهانوف این چی آووشی این خولیگانی کو مایبالیف این خولیگانی نمیشه دیگه مایبالیف هم از زال نشسته گفت که انا من با انا همین خیلی در کن میخوام که ساشا انا همین خیلی باشد خیلی بعد آیسته آیسته برهانوف همین به عادت کرد و بعد فقط همین خاتمان همین شاد همین خیلی لینین همین آزادانه گمیزر منم آزادانه تا آن دمی که کاتبه میگوید که ولادیمیر ایلیچ تلفن انا من شاخ میشم خود با خود میگویم که این چی نامعقولی کردم من لیلین که این خیلی رفتار کردم این کس لیلین بود است انا بعد همین خیلی سپیکتاکل بازی کردیم زیاده از 1200 مرتبه این سپیکتاکل در تمام گوشه و کنار جمهوریمون نشان دادیم حتی در مسکو هم حتی در مسکو همین صحنه لینین بازی کردیم لینین انا بود سال 1970 همینجا بازی کردیم همراه برهانوف در قربانی وقت اون کس در سن 50 سالگی قریب نقش پسر بچه 14-15 ساله ساشا را آفرید و این ساشا یگانه قهرمانی بود که در نمایش کاروان بخت پسند همگان شد مردم از هنر و مهارت ناصر جان حسنوف الهام تازه می گرفتند برای او کفکوبی می کردند لیکن خیلی خوب خیلی پسر بچه روس رو با یک لطف و نزاکتی که به خود اون پسر خاص است می آفریدند در رستم و سهراب نقش مسخره باز اینقدر جالب اینقدر خوشرو بازی میکردند و اون مسخره بازی که خود بازی میکردند ولی باطینی و ما به خوبی احساس میکردیم که او چی درد دارد چی علم دارد انا همین حالت قهرمان داده توانستن این کاری سهل نبود یا مثلا در نمایش لینین در پامیر نقش ساشا ما تکرار به تکرار آمده این نقش تماشا میکردیم این هنری زیباشان تماشا کرده لذت میبردیم یا مثلا نقش مصلح دین در نمایشنامه فریاد عشق چقدر عجیب یعنی من میتوانم گویم که یگان نقش ندارند که اون نقش نابرار باشد یعنی نقش باشد که اون مردم نپسندیده باشد Ну подожди. Ну, сейчас покажу. Одолжи червонец, если ты богатый. У меня нету. Ну дай рубль. Тоже нету. А гривенник у тебя есть? У отца есть. У отца. Вот видишь, ты еще никто. Не нищий, не богатый. А захочешь, человеком можешь стать. بسیار رژیسورهای سینما منو دعوت میکردن برای آفریدن نقش در فیلم ها از بس که من به حد بند بودم در رپرتوار تئاتر من کم جواب میدادم بعضا بود که عموما جواب ندادم از بسیار فیلم ها من موندم بسیار رژیسورها حتی از من روی گرداندن برای که من رد کردم تکلیفشون با وجود آن یکچند فیلم ها در وقت خالگی هم میرفتم بازی میکردم و رژیسورهایم به همین موافق کردن رپرتوار تئاتر روزهای نمایش کوشش میکردن که من جواب تیانو من اومده هم در تئاتر نقشم آفرم هم با روزانه رفتن در فیلم ها یعنی از فیلم دیده بیشتر تئاتر رو دوست می‌داشتی؟ تئاتر این اساسی چیز است اکتور در تئاتر پخته میشود در کینو نه زمانی بود که ناصیرکه را در تئاتر همچون یاری تعجیلی نام می‌بردند چون که این کس همیشه آماده بودند که به یاری بیایند مثلا هنرپیشه‌ای که ناگهان بیمار شده است یا
و 2 ساعت پیش 3 ساعت پیش ای نمایشنامه کارگردان با دل پر به ناصر اکا مراجعت میکرد و میدونست که وی همین بیگاه تئاتر را نجات میدهد. بنابراین ناصر اکا همچون به معنای خوبش همچون یاری تعجیلی قبول میکردند. ذهنشان بسیار تازه بود، قوی بود، در را قبول میکردند و کار که محبتشان نسبت به هنر بسیار بود. این چیزها را نه همه هنرمندان از عهده این کار میبرند. من یک عادت دارم که تمام نمایشنامه هایی که در تئاتر هست بسیار نقش های همین وقتی که تماشا میکنم چی میکنم یک بار 2 بار 3 بار تماشا میکنم الکی همون نقشی که به من معقول است از یاد میکنم. رژیسورها پگاهی نقش را میتین بگاهی آمده اسپکتاکل بازی میکنن. مغلوب شما گشته چون چندین بار امروز چیستان برای بود بر پای کار از لشکر جراری توی شاهی بزرگ لرزان بیشود رفت چونش از گرگ بیده نبود. مرا زی غفلت حاضر است. در تئاتر یک شخصی هست که اگر پرسی که کاستومی دوره امیری چه خیل باید باشد جواب داده میتوند. چون برای این کار آدم باید صنعت تصویری را خوب از بر کند و عینا باشند به زمین آنی که صنعت تصویری را در مسکو خوب از بر کرده باشند و در فیلم ها و در تئاتر و در دیگر با یک ذهنی بلند دقت میدادند که این برای هنرمند یکی از خصلت های خوبی هنرمندی است. بسیار یک خدمت کلان است برای امروزه جوانان، چون که بعضی جوانان نمیدونند بسیار است که همین فش از کدام طرف میآید، از چپ است یا از راست، یا چه خیل میبندی، باید چه خیل باشد. تئاتر ما شکر از لباسی ها بای است و راهبری تئاتر ما هم همیشه کوشش میکند که در صحنه لباس های حقیقی یعنی موافق همون زمان همون چیز باید نرسیدگی شد در را تسکین میکند میدوزاند. رسامو ما نالکای میدونن رسامای ما چی است. ما وقتی که در اینستیتوت میخوندیم البته این درس ما گذاشته بودیم. سلابندی هم خوانده بودید که بیشتر در تئاتر سلاهای هنرمندان رو شما میبندید. این استاد اساسی من اسماتوف میگفتن در تئاتر یک اکتور بود هنرپیشه شایسته جمهوری. اون کس در بسیار فیلم ها حتی برای سالسیش کیمیاگر اون کس دعوت میکردن ساله میبستن. اون کس من همین در فیلم های مثلا رودکی ساله های تمام قهرمان های همین اسماتوف بستگی. در ترکمنستان هم سالبند نام بود. با یا 2-3 تا فیلم هاشون با همین خیلی ساله در کار بود. از همینجا زنگ زدن که ما بیا. من یک 2 روزه 3 روزه رفتم با دیگر فیلم هاشون با هم یاردم دادم ساله های بستم. سودا کجاست؟ مگر نمیدونید اعلی حضرت او را به کوهستان دوردست فرستاد. فرستاد؟ قاضی تعیین کردند. افسوس که در زمان ما گوش ها ناشنوای چشم ها نابینایند. همین که در خصوص چیز لب کشادی در حال از جرم و گناهت سلام میزنند. بدبختی او در فروتنی و ناچاریش است. علاج دیگر نداشت. اگر بین سیله پرنده های سیاه یک پرنده سفید پیدا شود تمام سیله به آن پرنده حمله می کند و به شبهه پرنده سفید می میرد. از آن می میرد که بیگانه ترین در بین آنها حساب می شود. پس چاره پرنده سفید در چیست؟ خدا آن جانور را محض برای آن سفید آفرید تا دیگران ببینند که تا کدام اندازه سیاهند. حتی میان سیله سیاه بالان پرنده سفید از خود مضمونی را افشا می کند، ولی او باید زندگی کند.
باید مبارزه برد. من زیاد دارم که در همین حاضره سفینه همون حوله که دارد همونجا شعبه های دوبلاژ کیناستودیوی تاجیک فیلم بود و ما مکتبی های می آوردن و برای این یا آن نقش کودکانه سنجش می گذراندن. من مایده بودم تا میکروفون قدم نمی رسید. بعد همون این قطعه های همین شیر و کفیر میموندن آهنی بودن، من بالای اون میبرم برابری ناصرکه میشدم. بعد همین ناصرکه یاد میدادن منه که بچه جان انا اینجا با حاضر من اشاره کردم گپ میزنی. در کیناستودیو بعد کورس پنجم با دوبلاژ مرا تکلیف کردن. در نزد من همیشه نوسیر حسانوف می ایستادن. بیشتر ما با اون کس کار میکردیم و اون کس با من آهسته آهسته با یک زبان شیرین، با یک احترام مثلا خطاگویی های مرا با من میگفتن. در دوبلاژ تاجیک سهمی یعنی ارزنده با سزای گذاشته اید، یعنی که در زیاده از 1400 فیلم آواز دادید اگر خطا نکنیم. بله بله همین خیلی شد. من سرشوی دوبلاژ من این از دوره استودنتیم. وقتی که تابستان برای استراحت خانه می آمدیم دوشنبه، اون وقت استالین آباد بود. انا سال 57 یک گروه بچه هایی که училище شب که نتمام کرده بودن، آنها در تئاتر لاهوتی کار میکردند. بعد گفت من آمدم تماشا کردم و یه مشقاشون چیزو، بعد گفتن که ما دوبلاژ میریم میکتیم. ما گفتم مایلش میرم. عالمی شادروان کارگردانی خیلی عجایب کارگردانی دوبلاژ بودن. پرسیدن که این بچه کی؟ من نشان دادم. بچه ها گفتن که این کس گفتن دانشجو از مسکو آمدگی گیتس به میخونن اکتوری به. بعد گفتن که اکتور میشید بی. بعد من گفتم نصیب، گفتم استاد نصیب دوبلاژ میتونید میکرده. گفتم یگان بار دوبلاژ نکرده. خیلی کنی بیت داری یک تا انا همین متن انا همین قهرمان همین دوبلاژ کنید. اما دیدم که بچه ها چه خیلی دوبلاژ کار شدن. بعد آمدم نزد میکروفونو و دادن یک دوبل نوشتم معقول نشد. گفتن که با یک بار دیگه. خب با یک بار دیگه. خب خلاص گفت یک 3 بار یا 4 بار. بعد گفتن که شد. بار خوب گفتنی وای بر اپراتور آواز. اون گفتن که همین آواز من با معقول منه. و اون گفتن شما گفتن کجا به خانه تو اومدن؟ دوشنبه من به پگه میتونید به اومدن. من گفتم مایلش کی؟ همین ساعت 2 بیایید. من گفتم خیلی. همین که اومدم و همون نقشه من دوبلاژ کردم. انا بعد وای بود که با دوم فیلم گرفتن همین تابستان یک 3 یا 4 فیلم دوبلاژ کردم. دوره استودنتی پول دادن، پولی نست. انا همینطور آهسته آهسته دوبلاژ بعد ختم هم اومدیم دوبلاژ. انا همینطور شمارهش به 1400 رسید. 1400 رسیده. و عموما مهنت ناصر اکا مهنتی که این کس برای جمهوری ما، برای صنعت جمهوری ما، برای فرهنگ جمهوری ما کردن خیلی خاطرمان است. چون که هر نقشی که در تلویزیون اجرا کردن بغیر از تئاتر، هر نقشی که در سینما آفریدن، اینقدر فیلم هایی که آن کس ترجمه کردن و گوییم که دوبلاژ کردن و به هر کدام آن گویا که در آنجا یک ذره ناصر اکا یافته می شد و این نقش فرق ندارد که وای روس باشد انگلیس باشد، چون که همان آوازی خیلی دلچسبشون در همه جا همچون ناصر اکا این کس را خوب معرفی میکنه.
غریب فیلمی نیست در تاجیکستان که به آوازده اکای ناصر گذاشته باشد تا امروز. Обратите внимание, слева от нас торговая точка общепита. Туда мы заглянем попозже. А это тоже достопримечательность. Сыграем? Не стоит. Я плохо играю. Тебе со мной будет совсем неинтересно. Все так говорят. Знаем мы вас. Не прибедняйся. У всех одна молитва. Тут, старик, традиции. Интуристы даже заглядывают. Какая древность. Вот именно. А древность нужно уважать. Сыграем? Ну, давай. Давай. وقتی که گروه ما رو با واخوری ها می بردند در نوبت اول ناصر هم برندگی میکرد و هم برآمدها میکرد و سرودها میخواند. آواز خوبم داشت و حتی همون وقتا فیلمی من با دختر ما خوردم برآمده بود و ناصر به قهرمان همون اثر شباهت داشت و ما به جایی که مثلا می رفتیم یا در کوچه یا در کجایی که نباشد مردم می دیدن و می گفتن تو همان هستی. خوب این جواب نمیداد که ما می گفتیم همان است و حتما میگفتن سرود یک بار دیگر رو سرود خون این میخوند. همین کوچه به میبرامدیم از اینستیتوت خانه میرفتیم یا از خانه اینستیتوت فقط همین خیلی вот идет девочка, я встретил девушку, идет, гуфта, мен русо чи мекарам. Хай ман шарм доштам. Лекин бачаҳои ҳамроҳам будаги мегуфтанд ки да, он играл. Ансамбл ташкил карда будем тоҷикҳо. Аскар Абдурахмонов, ҳамкурсомо, Ҳаким Мамазоиров, ана Неъмат Дусматов. Ино тор менавохтанд, доира менавохтанд, ман суруд мехондам. ана яке аз актрисаҳои хеле чизи мо ки коргардони телевизион чандин солҳо кор кардан, Соҷида Ғуломова, он кас рақс мекард, бисёр аҷоиб хушрӯй ба зеб рақс мекард. ولی نقش شما در فیلم نیست، یعنی از جانب مصفیلم، یعنی دعوت از جانب مصفیلم بود که در آنجا اپیزودی خوردم که باشد آنجا نقش آفریدید. همینطور است؟ بله. کدام فیلم بود؟ فیلم بهار تکرار نشونده به زبان روسی نپافتری می‌نویسند. از همونجا سر شد فیلم به همراه بودیم، بچه‌های ما همیشون در همون گروهی گیولوگ ها بودن که گفتگو میکردن، همونجا ما اشتراک میکردیم، اپیزودهای خرد بود داشتیم. در تاجیک فیلم باشد، در فیلم کودکان پامیر همینطور است؟ یعنی نقش آفریدید؟ یکمین فیلم سال 62 فیلم کودکان پامیر. چه شد که شما رو دعوت کردن؟ اینجا کارگردان از مسکو آمده بود. ماتیل گفتنی یکی از کارگردان های خیلی بزرگ آمد اینجا، همین سناریو میرسعید میرشکر از روی لنین در پامیر سناریو بود. یک دو سه کسات چیز کردن، دیده برآمدن، خلاصه بخت به من افتید. نقش سفرعلی بیک معلم بچه های جمع کرده، اونها که کار هم به من دادن. 6 ماه در خارو ما فیلم به نوار گرفتیم. زمستان، خنکی، برف. На свете страны похолоднее по миру. Там день длится месяцы, и столько же ночь. А есть страны, где никогда не видели снега, где круглый год светит солнце, но детям там темно.
Темно, потому что для них закрыта дорога в школу. А человек не может жить без знаний, как птица не может жить без воздуха или рыба без воды. О, я вижу, вы замерзли. Так вот, сейчас я вас согрею. Поедем в Африку. من در یاد دارم که در یک بروقت سالهای 61 بود می 62 ما فیلم وای بچه های پامی را تماشا کرده بودیم. اونجا یک نقش خیلی خوب بازی کرده بودن. بعد از آن فیلم نسای یکم نسخه اولی یک مرد عارف گذاشتگی بازی کردن. بسیار صمیمی، بسیار از بین خلق برآمدگی خراشی را به فکرم بازی کرده بودن. خیلی خوب و خیلی جذاب برآمده بودن. Много ты хочешь. А кто же хочет мало? Мудро сказано. Но есть новый закон. По новому закону идите к своему русскому, толките скалы и жрите их. Жадный ты человек. На, возьми это. Подавись. Может пригодиться. Что ты сказал, Ишак? Эй, зачем шуметь? Зачем шуметь? Все мы свои люди из одного кишлака. Не надо нам ссориться. Слушай, Карашир, хочешь, я тебя без денег побрею? Садись. Отстань. А? Карашир. замони соҳиб истиқлолӣ дар як филме нақш офаридед, дар филми дар орзуи падар ки боз як бори дигар барои мухлисони синамо яъне чеҳраи худро ёдовар кардед, хотиррасон кардед ва хеле нақши хотирмон буд. бале муҳаммадҷон шодиев дар театр иштагӣ будем ки гуфт ки носирака якта намин саид қодирӣ як филм гирифтааст, инҷа якта нақш аст, устоди мана сармуҳаррири маҷалла ана рӯзнома. ман гуфтам ки хай чаро не. ман гуфт бо он кас гапзанон мекунам, шумоя даъват мекунем. ман гуфтам хай агар даъват кунедтон ҳеҷ гап не. хулоси гап ки даъват кардан. баъд аз 2 рӯз рафтем, суҳбат кардем, сценарие хондам. рости гап ба ман маъқул шуд. чӣ қадар вай не ҳамин нақши худи ҳамин қаҳрамон, ҳамон бачача нақши ҳамон ба ман бисёр маъқул шуд. чӣ хел вай кӯдак азобҳо мекашад, чӣ хел вай падари бадмаст чизу ҳамино ҳамин маъқул шуду. ман гуфтам ки чаро не бозӣ мекунам. من نمیتوانم. دلم مانده است. در وقت شیدایش بودی کو؟ شود هم همین مشرف، نشود هم همین مشرف. بی‌وجده‌ای کردن نمیتوانم. این گپ ها از یادت برآمد؟ نه. اکنون نباش. وای با چند در آمدگی؟ 19 20. 2 برابر از خودت خورد. من نمیتوانم. من او را دوست می‌دارم، میفهمید؟ کودکانت را دوست دار. آنها دادا جان میگویند 2 چشمشان به آمدنی تو 4. تو یک آینده‌ات را فکر کن. تو آخر جوان نیستی، موی‌هایت سفید شده ایستادند. عیب است. نازمی عیب. کمک شرم دار. در کوچه میگردیم، انا آرزوی پدر اومده سعی میگوند. خیلی خنده. خیلی این خوب است که همین برای چی من تلویزیون سینمای دوست میدارم؟ برای اینکه تلویزیون و سینما
اکتور را با تمام خلق شناس میکنن. حاضر جایی که ما سفر میکنیم با تئاتر در آنجا ما نمیشناسن. یک روز یک واقعه بسیار عجایب شد. وادی وحش سفر هنری برآمدیم. یک کلخوز به نام کارل مارکس بود اون وقت. اونجا رفتیم. بیگ نظر رو گفتنی اونجا رئیس کلخوز بود. پدر اون کس موسیقی خیلی نورانی بسیار عجایب موسیقی صنعت دوست ادبیات دوست شخص شیستم خونه‌شون با دعوت کرد خیر رفتیم شیستم و گفت که پدرم بسیار میخواد تیه بیند انتون خیر برای چی نه رفتیم با موسیقی زیارت کردیم سلام علیک کردیم ای بیامان گفت من قطع قاری برای چی؟ گفتم برای چی؟ ای گفتم هر دفعه گفتم میبینم ترا میبیایی گفت خونه یا پیاله چای درآمد میکنم نمیگیری همین قضاری میکنم که ناصر جان بگی همین چای نمیگیری چه خیلی گفت با ما گفت رنگ فرزند خواندیم خندید من حقیقتا حیران شدم من یکم بود در خانه اون کس نبودم خیلی من با پسرشان شناس بعد گفت که در تلویزیون گفت اوتام تیا میبیند چای دراز میکند بیا بچه ها یه پیاله چای گرفته انا بهای بلندترین برای اکتر انا همین است شما رفته آن خدا را کفت کف کنید همه جا را صورتاش گیرید کجوه برای چی دیر کردید شما برای چی دیر از من پرسید گرجدنین سخصورو با این سوالاتان من جواب میدیم دیروز در وقت شمال سرد چراغ قاره خاموش شده بوده است فقط نوکک منطور آمده درست کرد همین تابلیغ قاره تصدق حالا همین طور تصنع اکنون فهمیدید خیریات تصدق من حاضر همه واقعه رو با شما نقل میکنم مفصل نقل میکنم تصدق من طاقتیت دروغ ندارم تصدق باور کنید خصوصا در نزد نماینده حکومت دولتی اکثر تماشاگران یک بار نه این نمایش صدا اسطابت را بلکه چندین بار تماشا کردند و منتظر می شدند که استاد ناصر حسن روی صحنه بیاید با پیداشوی استاد ناصر حسن معلوم بود که تماشابینان بار دیگر تماشا می‌کنند و تمام زال را تالار را خنده پخش می‌کرد خنده صدقاً و خیلی صمیمی نقشی خرد یا بزرگ قهرمان منفی یا مثبت یا که نقشی فاجعه‌وی مضحکه‌وی یا قهرمان بچگانه وجود ندارد استاد از همه اینها سربلندانه میبراید چی در تئاتر باشد چی در سینما باشد خیلی نقش‌های زیاد آفریدید ولی میخواستم بفهمم که اون همه نقش‌هایی که شما بازیدید یعنی شما رو قانع کرد یا اینکه هست اون نقشه که حالا هم شما میخواهید ببازید و تا حال نبازیده اید میدونید وقتش بود که بسیار آرزو میکردم که ریچارد سیا بازی کنم از دوره دانشجوییم از این انستیتوت من همه وقت آرزو میکردم که همراه مریم عیسایی و ریچارد سیا بازی کنم لیکن چند مرتبه با کارگردان ها تئاتر با حاجی قر رحمت الله التماس کردم حتی محمد جانوف هم بسیار میخواست شادروان که نقش ریچارد ما مصلحت کردیم که بیا هر دمان اگر گیرن هر دمان بازی میکنیم لیکن افسوس که نه حاجی قر رحمت الله نه مایبلی نه فیاکتیس یوسف من یگان تای کارگردان هایی که در تئاتر نگرفتن ریچارد سیا در تئاتر بسیار نقش آفریدم بسیارشان از صدق دل دوست می‌دارم برای اینکه نقش این فرزند است و یا خودت تربیت میکنی خودت مثلا و یک چیز میکنی
مثل فرزند است همه این نقشا دوست می‌داره لیکن بین فرزندا با فرزندی است که با ارکا با بسیار تا چیز میکنین مثلا هستن این خیلی نقش ها مثلا مسخره با ساشا یا اینکه زاگرتسکی از اسپکتاکلی داد از دست عقل هستن نقش هایی که دوست میدارم گاتین از زورق عشق هنگامی که من علاقه دست دادم به کارگردانی در تئاتر لاهوتی اول کسی که من نقش رو واگذار میکردم به ذمه‌شون این نوسیر حسنov بود چون که نوسیر حسنov بر این هنرمند کم هستند چون بسیارم ارگانیکی به کنار دارد ارگانیک یعنی بسیار زمینی هستند و دیاپازونی که این کس دارند این خیلی دیاپازون هم کم هنرمندا دارند برای من خیلی گوارا بود دایم که من با این شخص در نمایش‌هایی که من با صحنه می‌گذاشتم همکاری می‌کردم. اگر این مجلس سلطان را که اینجا نشسته حرمت نیست کار را انجام ده هرچی می‌توانی بکن. این مرد 6 ماه در زندان تو بود. هرچی با او میخواستی میکردی. بله. ولی حالا ما سری وثیقه باید بحث کنیم. بحث کنیم. قرار همین تمام مال و ملک خواجه حسن با خزینه امیر ارسال شود. نویس ارسال شود. امروز ها اگر شما رو دعوت کنن برای یگان نقش آفریدن خود شما چگونه نقش ها رو یعنی میخواید که امروز ها بیافرید؟ میدونید من در تئاتر میخواهم آفرم یک نقش برای اینکه من فرزند تئاتر هستم تئاتر این خانه دویی من شکرانه حاضر تئاتر خیلی بلند رفته ایستاده است کارگردانای خوب داریم در تئاتر مثل دولت عبیدالله حاضر کارگردانهای جوان ما سبزیده ایستادن اثرهای خیلی عجیب به صحنه میگذارند هستند جوانهایی که ترقی کرده ایستادن و دولت عبیدالله همچون سررژیسور خیلی اهمیت کلام میتید برای سبزیدن این جوانها کوشش میکند که مثلا آنها یک مرامی معینی به یک قله معینی رفته رسند زحمت هایی که اکی ناصر میکشد تا همین میده ترین الیمنت هایی که برای اون نقش لازم است و اهمیت میتید برای این هنرمند بود چیزی عجایب است و همین نازکی ها را بنده کمک چون زنبور اصل از همین مرد بزرگ آموختم. تو فکر میکنی راننده شدی و همه مسئله حل کار را دوست داشتن لازم با دل احساس باید کرد. تشکر. خود را معالجه کن ناصر. وقتی معالجه نیست اصلا آیلا کار کردن لازم. از حسن عربکش از سر کرده تا دیگه و تا چندین فیلم های دیگر که هستن اکی ناصر یعنی که وای این نقشش با اون نقشش کم مانندی دارد یعنی دایم در جستجو هم. من بسیار میخواستم که یک نقش و منطقه که به سن سال خودم موافق باشد و من کوشش کنم بگذار وای فوج است یا مسحک است یا اینکه همینطور یک درامای چیز است یا اینکه مسحک لیکن باید که با خودی من موافق باشد با خاراکتر شما موافق باشد زیرا همگان میگویند که نوسیر حسنov یک مرد بسیار هم یعنی خاکسار و رحمدیر و حریم و مهربان است که جوانان رو دستگیری میکنه. میدونید شعار من
یک است. من همیشه از روی همین چیز رفتار و گفتار میکنم. یعنی که پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک. خصلت ما مردم آریایی هستیم. باید که همین طور رفتار کنیم. انسان در حیات خود باید که همیشه نیکوکار باشد. نیکوکاری. از نیکی همیشه بهره میبری. با یک کس نیکی کردی. پیرمرد موی سفید بابای من میگفت که بچه نغزی کنو در یک لطه پیچانو به آب پرتان. روزی میشود که به لب دریا میبراید. انا همینطور ما از کودکی همین خیلی رفتار کردم و وقتی که اوستا خوندم این چیزهای سه چیز مقدس خوندم اینا برای خود یک شعار کردم. در خاطرم هست در توی ما اون کس چطور خدمت کردن. اگر باور میکنید کس در حیرت میموند وقتی که اینقدر شخص با تمام دل و جان با تمام وجودش برای دادر عروس خود برای همان عائله اینقدر از تحت دل خدمت میکند و از یکم روز من اون کس رو همچون اکای خود همچون در تئاتر استاد خود و همچون یکی از بهترین شخصی که من در بین هنرمندها میدونم شماریدم. ناصر از اون شخصایی هست که هیچ وقت رفیقش مثلا تنها نمیگذارد، در لحظه های لازمی حتما به یاری می آید. آقا جان شادی آنها را تیار کنید. حاجر خانتان یافت شد. درست؟ بله بله. رحمت رفیق میار رحمت. رفیق میار خوش. حاجر خان در کجا بوده است؟ شب رو در کجا گذرانیده است؟ انا همین طرفش اندک چطاق ده آبی جان. میدونید در محله شون یک یگیتی بیراه گرد بوده است. انا شب رو در خانه هوای گذرانیده است. نه رفیق میار نه. حاجر خیلی دختر نه رفیق میار. شما حضلتون نمانید. رفیق ابراهیموف میلیتیا حاصل نمیکند. فهمیده؟ پدر مرحمت درآید. ممکن می؟ ممکن درآید. السلام علیکم. نخستید. انا همون یگیتی بیراه گرد. انا همین کس. آن وقتی که شما جوان بودید و به تئاتر به کار آمدید یعنی با استادان بزرگ با هنرمندان بزرگ و برجسته یعنی کار رو شروع کردید. میخواستم بفهمیم که مثلا هنری کدام انمان هنرمندا به شما پسند بود. مثلا اونجا بودند که صوفیا توی بای و اصلی برهانوف، زایرمت دوسماتوف و دیگران. وقتی که من اول به تئاتر آمدم من بسیار عاشق علی نظر خوجایف بودم در نقش‌های لیریکی. همه وقت کوشش میکردم که همین چون که جوان بودم خون جوش بود همین نقش‌های لیریکی آفرمون مثل علی نظر خوجایف مثلا شوم و خوشبختانه شمسی قیاموف همین خیلی نقش‌ها با من سپارید. مثلا شعله آفتاب، نقش مظفر، نقش لیریکی یا اینکه نقش مثلا گاتن زورق عشق شمسی قیاموف اینا لیریکی بودن و لیکن بسیارتر باز اهمیت میدادم با ظاهر جان دوسماتوف. بعد بسیار من در نقش هایم وقتی که صحنه با نقش میکردم چه میکردم از ظاهر جان دوسماتوف مصلحت میپرسیدم. میگفتم استاد همینجا چه کنم و خوشبختانه اون شخص بسیار به من کمک میرساندن. مثلا از جهت زبان، از جهت با مدنیتی، اینتلیجنس چیز حاج قر رحمت الله. حاج قر رحمت الله این کلفه بودن. اون کس یک شخصی بودن که باید که جوان ها از اون کس عبرت میگرفتن در رفتار و در گفتار و مثلا در چیز. انا این خیلی آدم های خیلی بزرگ بودن. صوفیا ارجانو ناصر
تویباییوا اصلی برهانوف اکتوری تکرار نشونده اصلی برهانوف این اکتوری که تکرار نمیشه با همراهی اصلی برهانوف توفا فاضیل و زهیر دوستمات رحمت الله و امک شوی مردانو خلیل و صوفی ارجانونا یعنی که این مکتب داری آنها بود که اکای ناصر آموخته بود همراه محمد جان قاسیموف همراه اصلی بدرالدینویچ برهانوف توفا فاضیل و همه آنهایی که در اساس گذار همین تئاتر بودند یک جا فعالیت کردند و در شهرت یار گشتن تئاتر لاهوتی سهم ناصر عبداللهش نیز کم نیست. زنی منم بود؟ نه ناس کرده رئیس بابا که بکار قبول نکردید میدونید این سگره چیکار کرده است ای رئیس بابا участковый تلفن کنیم участковый برای چی؟ یک بولدوزر دیدن участковый نزدیک حوالهتون رو هوار کرده چقدر جفت نکنم تو نشینم گفته اینا رو نترسونیم نمیشه رئیس بابا کلاورم شادی قلو معلوماتی تو چی خیل بود؟ میونا میونا اینو پوره برای همون دو پوره کجا را تمام کردی؟ تکنیکومی کاپیراتیویه کلاورم تکنیکومی کاپیراتیویه تمام کردی عادی‌ترین چیز یعنی معامله را نمیدانی من با جای تو میشدم با آنها نفسکه گفتگو میکردم همراهشان رقص میکردم سرود میخوندم تولد میزدم انا بعد علامه خودی کرمکه یک تنه دود تا داده با روی سرخ با اداره رئیس بیامدم فهمیدی کلا برای اکای ناصر علاکای با یک سین کمالات رسیده است که امروز هر یک سخنش هر یک کارش برای ما جوانان پند است نقش آفریدن این ذره 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 جمع میکنید چی میکنید یک بعد روز میبینی که یک بحری کلان شد درست بعد شنا میکنید بیرون از برنامه یعنی هم صحبت شدیم گفتید که در دوره های جوانی انامین باغ می اومدیم و یعنی درس طبیعت می گذاشتید امروز فرقیت این باغ از همون دوره های چگونه است؟ در بچگی من بسیار می اومدم اینجا دم میگرفتم خانه‌مون اونقدر دور نبود کوچه آزادی زنان بچه ها که جمع شده می اومدیم تماشا میکردیم اینجا درخت ها بودن گیاه ها بودن گل و گلزار بود لیکن این خیلی آباد نبود یعنی امروز آباد شده است این باغ یعنی نه تنها این باغ این وطن عزیز ما آباد شده است استاد آرام است آسوده زندگی میدونید من که تولد شدم در شهر دوشنبه میدونم چه خیلی بود چگونه این کوچه هایی که حاضر نمپوش این خیلی زیبا چراغان چیز پیشتر فانوس بابایی کتی شب میگشتیم حاضر این شهر تماما دنیای دیگر این خانه های این خیلی بلند آشانه یادم به هست یک وقتهای خانه های 4 آشیانه ساختن همه ترسید این زمین جو می شود چه خیلی می شود من 4 آشیانه نمیبرم همین خیلی گپا من شنیدم مردم می ترسیدن حاضر آشیانه 20 به زندگی میکنن 12 به زندگی میکنن نقص یعنی میشد است 70 سال ما در خواب خیال بودیم من در مدت 25 سال یگان کسی میگه که این دوشنبه پیشتره یعنی این همه با شرافت وحدت و استقلالیت البته و با شرافت شخص بزرگ که سر دولت آمد قسم اولینه که من شما رو مسئول میکنم آخه از این بزرگتر چیز هست تمامی من حالا ندیدم که یگان پرزیدنت اینقدر دواده و اینقدر کوشش اینقدر مشکلی های از سر گذرانده باشد یگان پرزیدنت بیشتر مثلا جمهوری یا من ندیدم اینقدر
در روزهای مشکل ترین حیات ما افغانستان رفتن، ایران دویدن، ایسون دویدن. برای چی؟ برای خلق، برای وطن، برای ملت، آبروی ملت. علل خصوص وقتی که سخن درباره زبان رفت، مگر این خوشبختی نیست که ملت زبان مادری خودش همچون گوهره که چشم احتیاط کرده میبرد. بگذار مردم گپ زنن، روسی، انگلیسی، مثلا دیگر زبان ها که دیگر گپ زنن، لیکن زبان مادری خود که با شیر مادر در آمده، این اساس است.